مرتب، چقدر هم پذیرایی شایانی بود و شما هم میتونید به هر حال اگر قصد سفر دارید حتما با ژاکلین عزیز ما حتما تماس بگیرید و در تورهایی که داره، در کروزهایی که داره حتما شرکت بکنید. و خدمت شما عرض بکنم در روز دوشنبه هم ساعت 3:15 و 9:15 شب به وقت لس آنجلس، یادتون نره 3:15 و 9:15 دوشنبه شب به وقت لس آنجلس و سه شنبه ساعت 9:15 صبح ما به وقت لس آنجلس با ژاکلین عزیز مصاحبه خواهیم داشت که حتما شما دعوت کنم حتما این مصاحبه رو ببینید برای شما که قصد سفر دریایی و هوایی و زمینی دارید. ژاکلین هستم از ژاکلین تراول در خدمت شما عزیزان با بیش از 30 سال سابقه تورهای مسافرتی دست جمعی به هر نقاط کشور دنیا که میخواین از هواپیما، کروز لاین و زمینی براتون میتونم پکیج های مختلف رو تهیه بکنم و همونطور که میدونید خیلی از دوستان و عزیزان با من تا حالا همراه بودن، از سرویس هایی که داشتم استفاده کردم و فکر کنم همگی هم راضی هستن. به امید دیدار شما در تورهای خودم. تورهایی که براتون تهیه کردم تور مادرزیمون هستش در تاریخ 4 می تا 9 می. این دفعه فقط تور کروز رو نذاشتم برای شما عزیزان. تور رو داریم کروز همراه با سیتی تور، ترانسفر، هواپیما. از لس آنجلس با کروز لاین میریم به سان فرانسیسکو. در سان فرانسیسکو تور اتوبوس 6 ساعته شهری، جاهای دیدنی شهر رو براتون گرفتم. گلدن گیت، ساسالیتو، چاینا تاون، داونتاون همه رو براتون اینکلود این تور کردم. بعد میریم به ویکتوریا، بریتیش کلمبیا، بوچو گاردن، سیتی تور، چاینا تاون اینکلودش کردم براتون تحت سیتی تور رو. بعد به ونکوور کانادا کروز تموم میشه، تور ونکوور شهری براتون گذاشتم، ترانسفر به فرودگاه و هواپیما وان وی به لس آنجلس. 5 شب و 6 روز همراه با برنامه‌های هنری که دوست عزیزمون خواننده خوش صدای شهرمون آرند و دیجی مهران با ما همراه خواهند بود در این برنامه. سفر خیلی خوبی تهیه کردم. امیدوارم شما عزیزانی که وقت ندارین کاری برای مادران انجام بدین بتونین از این برنامه استفاده بکنین و پکیج مادرزایی برای مادرها تهیه بکنیم. بعد از اون توری داریم برای 14 ماه می. درست برمیگردیم هفته بعدش تور 14 روزه ترکیه رو خواهم داشت به شهرهای مختلف من جمله بودروم، ازمیر، آلاچاتی، پاماکالی که آبهای گرم داره و گفتم تو آبهای گرم یه روز بمونیم. بعد میریم به بورسا، ساپانچا و بعد آخر سر بر استانبول. این تور ما هم از 14 می شروع خواهد شد. هر کدوم از این تورها رو بخواید با من میتونین تماس بگیرین. توی فیسبوک، اینستاگرام در خدمت شما عزیزان هستم. تلفن های تماس من هستش 818 468 1562 ژاکلین تراول. و تور بعدی که براتون تهیه کردم در ماه سپتامبر خواهد بود که بذاریم سورپرایز بمونه بهتون، قشنگ بعداً همه رو بهتون میگم. و چیزی که از الان دارم براش تبلیغ میکنم کوستاریکامون هستش. یادتون نره کوستاریکایی که امسال گرفتم براتون فرق داره با سالهای گذشته. ما این دفعه 3 شب و 4 روز در تبکان اسپا ریزورت هتل آرانل میمونیم. با این تفاوت تمام هتل رو پرچس کردیم در خدمت ما ایرانی ها هستش. دیگه هر موزیک و برنامه هم که بخوایم براتون آماده کردیم، هیچ با کسی قاطی نشدیم، فقط برای شما عزیزان خواهد بود. بعد از اون میریم به لب دریا، گاناکاست، آل اینکلوسیو، صبحانه، نهار، شام، انترتینمنت، موزیک، مشروب، همه چی اینکلودشه و بعد برمیگردیم. یه پکیج 1 هفته براتون تهیه کردم، شروعش از 6 نوامبر هستش. هر کدوم از این پکیج ها رو میخواین قیمت داشته باشین با من تماس بگیرین 818 468 1562 یا توی فیسبوک و اینستاگرام ژاکلین خورسندی منو فالو کنید. با امید دیدار شما عزیزان در تورهای ژاکلین تراول.
ژاکلین هستم از ژاکلین تراول. با بیش از 30 سال تجربه در کارهای مسافرتی، چه بخواید گروهی باشین، دست جمعی، خصوصی، هواپیما، کروز لاین یا تراول اینشورنس، برای هر مسافرتی که در نظرتون هست میتونید با آژانس من تماس بگیرید. تلفن های تماس من 818 468 1562. بسیار عالی. خانم ژاکلین عزیز رو ما از این پس در تلویزیون امید ایران با فعالیت هایی که دارن بیشتر نزدیکتر خواهیم بود با ایشون. البته بودیم با ایشون در طول چند ماه گذشته و بسیاری از تورهایی که داشتن رو از این طریق در اینجا برای شما به نمایش گذاشتیم و اطلاع رسانی کردیم.